بله لالا برو جو دروازه خوش میرین. همین دو نفری؟ بله. یک سری برارمه 100 ریپ خیلی به خدا برار تیلم گیرونه لیتر 65 پیه برارمه تی به 50 ریپ میبرن شما 60 ریپ 70 ریپ میدیم تیار لالا 80 بدیم بالاش 70 یار 70 ریپ 80 میبرن بدیم بابا برار ما غریبیم به خدا لالا تیل میخوره مبله بیا لالا بالا شما در تکرار گپ نمیکنه بیا بشین 60 ریپ خوبه برو برار 80 پیه بدیم بالاش این دگه رفیق ما 70 ریپ بگو صحیحه سریع بالاش این دگه بالاش بالا شما لالا بشین بریم خیر نه چکاره بابای بام گرفت آگیده نه چکاره برو چکار شو برارمه برار تیل خلاص که انوانی بیت آقا برار پیشی حالا ما چکار کنیم پیشی برادر برارمه میره خیلی خطلنگی پیشی لالا ما تا به کجا تیله کنیم همین تا سر سرک برو تیل میندازم همین تو میگی این اول به اول 30 کیلومتر تا سرک مونده برار جا خیلی خود سواب خود پیشی کامی را تلنگی یار لالا اشتا سچار که پیشو که تیله لالا سواریا لالا پیشی اصلا لالا این چی رقم سچرخه تو بعد برو خود ذخیره تیل خلاص کرد قطعی میامدو ذخیره بعد دیشته بشی تلما تا کجای تو ابا ای برو تا دیاریه 70 ریپ هم به تو کرایه بدم آخر از سچرخه بری لالا تلنگی برو 70 ریپ نمیدیم با موتور اگیل خطا ده برو خطا میدوانی برو تو لالا برو بری یا ما با چی بالا افتادی برو بری تلنگی سنگینی لالا تو تلنگی بیا لالا این تیم گیشته شده چی بختیه چی بختیه برو لالا ما بیزاره چه زد تلفونه برو تلفن نفاس مردم دخته لالا بسک کجا رفتا لالا بیا چل کجا میری بیا برای 60 روپیه بده بیا خیلی لالا شما تلینگیم قرار کده کامی رای همین تا سرک بری چی بگم پول نمیدم به شما زره تله کدم آخر پولم بدم خیلی برو دیگه شما الان تلینگیم تا سرک میری تلینگیم تلینگیم نزدیک شدیم سرک لالا شما کجا میریم بیاین کامیلا تلینگی تا سرک میریم با قرار کرده با شما سوار میکنو کل بندازو لالا بابا من چه کار کنم انالی پا در هوا بموندم او دوتر اونگی پیاده شد را خوبه گری برا اینگی پیاده شد را خوبه گری برا انالی ما تاجی جاری که یک مرغ پیدا نشی یک دیپون به دوه اینیه ما تیرا کجا پیدا کنم بابا تو را ما سبا مالی مونده به تیر خلاص کنی 4 قدم را دگم میرفتی دگه تا سر بابا اینا همه گناه پیار منه زید میکنه تو وزدار ببولو میسه چرخ کار کن روز 7 ساعت 8 ساعت زیدی پیار کار میکنی پیدا میکنی بابا ما اندازه میسه چرخ هستم همین تیل خلاص کرده کی ما ایران حالی تلنگ دوار داره ببوله این تیل اندازه با جنجال خدا ما بمونده اخ بمیر غم کار قسیبی شده بمیر بریتی بیامدم بابا دیگه دل مرسه چرخونی باور کنیم بزده نمیتونم من بابا بیخی خودی میشه چرخ ما با جنجال موندی بابا راد میشه چرخونی ریاله میکنم گردن من امروز سویری بردم به تعمودی پینتر سه چرخ چی بگم دیگه سه چرخ غرازه تر خلاص کرد سویری تای پیش شده کمک را تلنگ دادن گفتن یعنی لالا ما بیزار از امی کاریم بیزار از امی سه چرخیم روی خوبه گرفتم برفتم بسته سراکی که ایتی یک بکند دویه پیدا نمیشد معلق بموندم آخر 3-4 نفر پیدا کردم برای اینا پول دادم امی سه چرخ تلنگ دادم تا به سرک بیاوردیم که من تل نختم را بردم 3 چرخ را داشتم بیاوردم
همین کارو بابا یلا میدون چی بکنه. میگم بابا بله من چه خاکی به سرخ کنم از دست تو. ایشه بابا شما کاملا مرد به امان آورده که بابا این مردم روز 1000 که نیم هزار کار میکنن به مردم سچرخا زد بخر براتون 10 جور باغ به گیره دادم به 220,000 روپیه بیاوردم به تو سچرخ خرید. حالا هم بونه میکنی که من نمیتونم آخه تل بنا که نمونی. بابا حالا کم پول ما گم نشده سی چرخه میفروشی کاروبار دیگه جور میکنی. راست چرخونی آدم رنج داره خیلی داره باور بکنیم همون درست شو محل خون به هفته واسه چرخه میکنم. میگم همین سچرخ بخریدم به 220,000 حالی کی با 80,000 90,000 مایه. هم بابا رو چکار شده موسی چرخه که بخریدیم به موقع متعالی 10,000 تا بالای داره دیگه والا برای هروی پیدا کردم با 5,000 کار کردی هر روز یه یک بونه بودی خودی تو کار کردن نمیشه هر روز یک بونه میگیری. ما بابا امیر بگو ما امیر به شما میگم که دیگه من دست به سچرخونی نمیدارم او شما و سچرخ ببریم بفروشیم بریم برای کار خود ما دیگه سردلبردار سچرخونی رو لعنه داشته باشم. چی سچرخ خرابی رستاشون خراب میشه. میگم بله همون سچرخ برو بفروشد برو که به سرا ترون نخوری نخو یاد نه تارو نه خور نخواه کنم یا یک بلای به سر خود من نمیفهم عادت تو کس بکار دیگه بابا خود خوتیار میکنم. کار دیگه چی نمکیل خشکی بشکه کنک کشک روی کنم مرغ خورده تخم مرغ خونگی لنگ مرغ برادر کشمر دارم بیاره بخیر. جال بچه همه مشاگل سلام همه مشاگل جان خیلیت. خب کسی دیداری دیگه این روزا نیه؟ بله کاروبار چی رقمه؟ باور کنم مشاگل ها کشمیشی هنه ساعت 2 بیجای مال من میام به سلام میایم. ماما با کجی دیدم کجا بود؟ همین دیروزا با تا بازار. خوب دیدم این به سچرخه داره کریستم ماما. ای ماما زندگی خود بفروختم برای از این سچرخ خرید. نه بابا انا حالا کم چی بگم گیلا میگم حالی کارم میکنی به اینا بابا جان گردن من با شوزا کشمیشیه بفهمیدیم یک ریپ اصلا مردم نمیارم که برفشم ما چی رقم یک کم مگذر سرانی اکنامیکیه. خب زیاد شده مردم کارم امی کس بگیری ما مردم ساعت 5 بجه صبحم دیگه به قیقدات شروع نمیشه تا ساعت آخر لاسپیکرم هم خراب شد. الو ایوه که گم کن بله نوکرم خوشگل انا فال شد ماما برادرای عزیز ما نمکی خوریم که ما نمکی خاریم ما نمکی میخوریم بیار برادر بوزا تو حال ما کار دارم میرم اگه این کار به تو نمیصرفه چیزی نمیشه بیا همی سچرخ بدم به تو برو نسبگی کار کن. اشته سیکو نسبگی اگه نسبگی کار نمیکنی سیکو یا روز 200 به تو میدون یا روز 200 به ما بدی. ما 200 به شما بدون که سچرخ شما به دستمه. آفرین شما 200 میدین که ما برون کار کنم. خب ماما جو کجی بچه شما که کار میکنه؟ بابا جان او هر روز میگه تل خلاص میکنه از اون سرا بیرون میکنه هم 10 قدم را میره بابا زنگ میزنه که بابا سچرخ تل خلاص کرد. باشه این کار میکنه میشه ماما. باشه گیشی خیلی میش کردم واسه مردم هلیسه ماما باشه بدن خود زنگ زنم. خب با مادر خوب بگو سلام مسئولیت کن نمازدگر بیا در سلامو. انا ولی زنگ میزنم نانه و جلوی شما زنگ میزنم بدن خود نانه انا صبر کنه ماما بفهمیدی روز 200 خیلی پله نانه ماما چگو باور کن نون تو به روغنه میشه سچرخ نه به 2 لک. الو سلام علیکم نانه اشتالی نانه خیریت جانجوره زنده باشه ماما شاگل میدید و سلام زیاد به شما سلام بسیار به شما میگم. و علیکم نانه خود شما رو میپوشین چرا میگم و علیکم بابا شما ماما شاگل کلامتره. نه ماما شاگل نه ما خود ماما شاگل گپ زنی سعی کنیم بابا روز 200 میدم گپ زنی
زکو مادر گیلا همین سچرخی به بچه خوب بخرید اون کار نمیکنه گیلا که گفتم بیا برو همین سچرخ کار کو می نیست بگی نمی رو دوست به تو میدم بیا برو همین سچرخ کار کو از تا کوچه ها و از این نمکی هم فارغ میشه چوب کنه بابا یاد نداره اگه تو کاری داری به جون کشمش چه کار کنم نمیزنه بچه هوشیاریه نه جو گردار بابا شمال شروع کنم به تمرین تا سم ما یاد میگیرم بخیر نه با تکار تکوری چیزی نه بابا تکار تکور به کجای مردم از 4 کیلومتر دیدم که میایم میگم نیاییم من نمیفهمم نه تو میفهمی من میگم این کار تو خوب کاریه ها بابا میگم این یکی خوبه بابا سوبسیدی پس پیدا کردم نه تکار تکوری بکنی بابا من نمیفهمی همون تو خیره چاش چی داره که دو بیجه گوش نیومه چاش بلور تو روش خورتی نه بابا خاطر اون سیری پل پکوره خریدم سیر نشدم من خب بابا همون تو بیامدی بیو بگم به ماما شاگل بگم من میام سبا نه یاد نداری تکار تکور بکردی بازم نمیفهمم نه بابا بچه رولکی نکو بچه هوشیاریه ای بچه خوبیه نه من رولکی نکنی من بچه خوبی هوشیاری من خوبه نه کار نداره خدا حافظ نه چوب کنی که ماما شاگل سلا چما نامرمه میشنوم ماما سبا میام اینا میبرم خونه قید میکنم بستم ما بخیر یاد میگیرم خب مقصد از این که من مستچرخی که به دست تو تسلیم کردم گیر لگه انگار که خودتونه خوبه زنده باشی خب من نمازگر من بیام یا سبا تو میای دست را من میام سبا میام نمازگرم میام دب میزنی سچرخ شما کمی ایام بکنم چی کو عرض سی کو نه با 2 لک و 20,000 روپیه بخریدم تا که بیا یعنی